سلام تمام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدین به ویدیو جدید. مشکی وایتی هستم و امروز براتون دو تا دونه کانفینگ VIP گاد ریجستر که اصلا نگم میزنه در دیوار پت اصلا برو صفا کن نگم برات ریجستر سوپر. و اینکه مرسی از حمایتتون واقعا بالاه، مخصوصا از کانفینگ های وایرگارد. همینجوری که ادامه بدین، منم سعی میکنم بهترینا رو براتون آماده کنم و قرار بدم که بزنید و لذت ببرین از گیمتون. و اینکه خوشحال میشم که اگه ویدیو به دردتون خورد حتما ویدیو رو لایک بکنین، کامنت هم که برام بذارین، حالا انگلیسی باشه که چه بهتر، و سابم بکنید حتما. خب دیگه صحبتی نمیمونه، بریم سر وقت ویدیومون. خب دوستان، قبل از ویدیو من یه توضیح بدم در رابطه با ما یه چنلی داریم که چنل VIP است و تمام این محصولاتی که اینجا میبینین داخلش قرار داره: پنل ساخت DNS شخصی، پنل ساخت وایرگارد شخصی، ستینگ موومنت ایم، خط تیر، نمیدونم 5 عدد کانفینگ شخصی وایرگارد که اصلا اونا رو ندیدین دیگه چه ریجستری داره. یه DNS شخصی، کانفینگ گیمینگ نمیشه گفت ولی ویتوری برای یوتیوب، اینستا، اینا همه چی عالیه، تلگرام، پنل ساخت APN و یه دونه پنل همه کاره که هم ستینگ میسازه، هم وایرگارد، هم DNS، هم نمیدونم APN، همه چی میسازه. ظرفیتش هم بچه ها دیگه داره پر میشه تقریبا و بعدش افزایش قیمت داره. قیمتش هم 100 تومن بیشتر نی، با 100,000 تومن این همه امکانات واقعا هیچ جا بهت نمیدن. و اینکه میگم ظرفیتش داره پر میشه، نمیدونم ظرفیتش چند نفر دیگه مونده ولی فکر کنم 10 نفر دیگه بیشتر نمونده باشه و بهتره که تهیه بکنید چون بعدش افزایش قیمت داره. و اینکه بریم سر وقت ویدیو امروزمون. خب دوستان، اول اینکه یه توضیح می‌خواستم بهتون بدم، اینکه حتما بچه‌ها این برنامه زدارچیور پرو یا زدارچیور معمولی جفتشا، حالا یا یه دونه‌شا رو گوشتون حتما داشته باشین، چون فایلایی که من قرار میدم با این دوتا برنامه خیلی اوکی و تمیز و ایزی باز میشن. این دوتا برنامه رو از گوگل پلی، گوگل بازار، مارکت اینا دارن، میتونین دانلود بکنین و نصب بکنین. خب ما میایم اینجا، من براتون یه دونه فایل قرار دادم به نام مشکی وایتی VIP. شما روش میزنین یه بار و اکسترکیه رو میزنین، اینجا پسورد ازتون میخواد. من بازم تاکید میکنم مراقب باشین که با حروف بزرگ حتما بنویسین پسورد، بینش فاصله نیفته، به راحتی استخراج میشه براتون و پسورد کاملا درسته. من دیدم بعضی از موقع یه نفر 2 نفر میگن پسورد اشتباهه که اونا خودشون قطعا اشتباه وارد میکنن. خب پسورد ببینید، اسم کانال مشکی وایتی تا اینجا اوکی، ببینید بدون فاصله، همش هم با حروف بزرگ، بقیه‌اش هم 3 تا دونه صفر، تمام شده رفت. اوکی، ببینید 2 تا دونه کانفینگ ما استخراج شد. بعدش میایم اینجا وارد برنامه وایرگارد میشیم که اکثرتون دارینش و آشنایی کامل باش دارین. پایین روی به علاوه میزنیم، ایمپورت فایل رو میزنیم و اینجا برای شما میاد پوشه دانلود تلگرام، احتمالا چون ذخیره میکنیم میاد اینجا و برای من داخل پوشه خودمه اینجا. و به راحتی روی کانفیگ که بزنین اینجا براتون اضافه میشه و اینجا روی کانکت که بزنین همینطور میبینین پایین وصل میشه اینجا و اوکی، کامل وصله. میتونید برین گیم بزنید و از بازیتون لذت ببرین. پینگ و ریجسترش هم که عالیه. خب دوستان، امیدوارم که این ویدیو لذت کافی برده باشین و به کارتون اومده باشه. من سعی میکنم یک روز در میون براتون کانفیگ های وایرگارد قرار بدم چون ریجشون بد میشه به خاطر اینکه تعداد زیادی بهش متصل میشن. اگه دوستان یه چیز دائمی داشته باشین که دیگه همون اشتراک چنل VIP ها میتونید تهیه بکنید. و اینکه لینک چنل تلگرام و کانفیگ برای خریدم که جفتش داخل دیسکریپشن همین ویدیو گذاشته براتون. و اینکه حتما ویدیو رو هم لایک بکنین، ساب بکنین، کامنت انگلیسی هم برام بذارین. و اینکه فعلا تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.